3000 سال 4000 سال پیش در اینجا ما مردمی مثال استراوشان مردمی ما وای بودیم آتش پرست بودیم و پیغمبر ما زردوش حساب میشد. عصر 4-5 پیش از میلاد در اینجا قلعه با نام قلعه موغ بنیاد شد. قلعه موغ برای چی قلعه موغ میگن؟ زیرا که 1500 سال در طرف شمالی غربی قلعه جای زردشتا بود، یعنی موغ‌ها بود که آنها در اینجا در بلندی ها زندگی میکردند. زردشتی نه همه کس بودن زردشتان، حتی معبدهاشون بود که در آنجا سجده میکنن. همون معبد ها در قلعه موغ با مانند پیشتر روا شدن برقرار کردگی و چون که مردم پیش از دین اسلام قبول کردن اینا اول دین زردشتی داشتن. این یک معبد زردوشت ها، آتش پرست ها، یعنی از دوره های هخامنشین ها نشانه است که این سال 2018 همچون رمزی آتش پرستان در اینجا ساختن. غلام آمده از پایان آتش می‌افروخته است و وقتی که شعله آتش به بالا می‌برآمده است در گرد و اطرافش آتش پرستا ایستاده سجده می‌کردند. همون مرده میمونده تا قاق شدنش اونجا به پرنده ها هست که مرده خورا همون گوشتش میخوشت، استخوانش مونده است، همون استخوان گرفته بعد همین استخواندان به انداخته میمونده.